دیاران عزیز، من از شما با صمیمیت عذر می‌خواهم. امروز فرمانده شاعر ملت، شاعر شهیر ملت لایق شیرعلی به یادم رسید که گفته است دوستان وقتی گل خار مرا یاد کنید، چون گلیستان ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در کار، با دل دیده دیدار مرا اون مادری که با چی نیت، با هزارها نیت آرزوهای خود را امروز در زیر خاک برده است. مادر من و هم مادر همسری عزیزم مکسم مادرم در بزم نبیرگاهشان شکر می‌ورزد. من و برادرم آبیجان نعمت یک شعر برای مادری گورمرگ ایجاد کرده. امشب جایز سرودن آن سرود است. معلم میبخشید من از سرود هر چند سرود بشود مادر وقت شادی و مثل یاد کردن کاری سواب. بگذار اون مادری که امروز در سر خاک است ارواحش آسوده باشد. بگذار آرزوی هوس‌هایی که در دل آنها سالهای سال می‌پروریدند و جامعه عمل نپوشید توی نبیرگانشان را ندیدند. بگذار همه شما هم دیاران عزیزم ببینید خاکی پایم را ببوسم مادری زارم را، غنچه باغی بهارم مهربان من بیا. Yakça, aynı şey. Basma, dört basma.
فرزندیم چون همه چیز می آید هر یک کس که به دنیا می آید یک روز باید از دنیا رود دوستای عزیز